جمله رو بگم بعد برم دادگاه. یا ما باید بانک بزنیم یا باید بانک بزنیم. در واقع همین دوتا راه برای دزدی هست. هیچ راه دیگه برای دزدی کلان وجود نداره. منتها وقتی بانک سرکوچه رو میزنیم احتمالاً 200 میلیون تومان سود میکنیم، اما وقتی یک بانک میزنیم میتونیم 80,000 میلیارد تومان سود کنیم که شما مطلعید. دولت در همدستی با بانک ها برای افزایش قیمت مسکن هیچ شکی نداره و در نابود کردن تولید بی سابقه اثرگذاره. شما اگر بخواهید در یک کشوری مثل نروژ یک ملک بسازید 12 تا مجوز میخواید، اما در تهران 45 مرحله دارید. فکر میکنید که چرا قیمت تمام شده شما بالاست؟ چون از اون 45 مرحله در 30 مرحلهش باید رشوه بدید. رشوه هم جزء قیمت تمام شده است. کی گفته این جزء قیمت تمام شده نیست؟ چطور میشه قیمت تمام شده ملک در زعفرانی تهران از نیویورک هم بیشتر در میاد؟ به خاطر رشوه. در واقع بخش مهمی از تورم دزدیه. تورم ائتلافی است میان دزدها و بانکها.